یک خانم زن شناسم یک روز آمد خفه بود. دویم روز دیدم خفه است. روزی سه هم بینم خفه است. بعد گفتم که چی شد با تو؟ گفت پیشکم را گم کردم، گربچم را گم کردم. گفتم واه، اینجا آدم ها گم شده ایستادن و تو غم پیشک را میخوری. دلوار هستم، به همه شما سلامتی خواهان هستم. السلام علیکم. برنامه جستجو است، شروع کردیم و چند نامه که آمد میخوام که خودی حاضر برای شما قرائت بسازم و ساده تر کرده فهمانیم. در آخر برنامه میفهمانیم شرط را که چی باید کرد. پس رفتیم. یک لحظه توجه. نامه عجیب آمد. مرا مادرم سال 1994 تولد کرده است، اما پرتافته رفته است. من بسیار میخواهم که پدر و مادرم را پیدا کنم. همین قدر به من معلومات دادند که این زن نام داشت محبوبه. سال 1994 در رودام آرژنکیزآباد به دنیا آورده است. من شکر حالا شوهر دارم، فرزند دارم، پدر و مادری که مرا کلان کردند، اما میخواهم که والدین اصلیم را هم نیز پیدا کنم. این زن 16 سال بی فرزند بود، اما در این مدت صاحب فرزند شد که دکتران گفتند که او بیمار است. از این سبب مرا در آنجا پرتافته رفتند. نفری که یگان معلومات دارد خواهشمندیم خبر بدهد. این کس عظیموف عبدالحفیظ عبدالرحمنویچ پسرمک من است. او سال 2005 به روسیه رفته، تا حال از او خبر نیست. سال تولدش 1969 شهر حصار، دهه تروشباغ. کسی او را دیده است یا یگان معلومات دارد خواهشمندیم با این رقم ها تماس گیرند. ما جورایف عالمجان را می جوییم. 15 سال است که نیست. 2 پسر و 1 دختر. اویله مادرم خطی، بیبی هم انتظار. چشمانی بیبی هم نمی بینند. میگویند سال 2004 در بازار چرکس کار میکرده است. 28 فوریه 2005 زنگ زده گفته است که به خانه من میآیم. دیگر خبری نیست. این شخص علیف بازار از شهر کولاب. سال تولدش 6 август سال 1966. نامه نوبتی از ناحیه 5. ما شریپوف اصلیدین را میجوییم. او یک بگاه از خانه برآمد و تا حال برنگشته است. من ایدیبک دادرش. پیام به برنامه جستجوی. سراول سلام و درودی به پایان به همه تماشابینان و شنوندگان. ما برادرم کرامتالله محمدقулов را میجوییم. سال تولدش 1994. استقامت کننده شهر استرافشان، دهه قلعه بلند. سال 2009 هنگامی از شهر دوشنبه برگشت، در راه ناعیان گشت، یعنی گم شد. چی حادثه در راه روی داده است به هیچ کس معلوم نیست. یعنی از سال 2009 این جانب ما او را جستجو داریم. امیدواریم که به خواست خداوند روز بر می‌گردد و کلبه احزان گلستان می‌شود. خدایا هر گم شدگان و غیب زدگان را به دیدار نزدیکانش برسان. آمین. عبداللهیف منصور محمد رسولویچ. سال تولدش 8 سپتامبر 1988. شهروند تاجیکستان و روسیه. سال 2011 در مسکو نزد مترو شالکوفسکایا آخرین مراتبه دیدند. دیگر از او خبری نیست. رقم ها برای تماس. سلام اکا، ما بچه امکیمان را جستجو داریم. التماس کمک کنید. قربان علیف عثمان علی. سال تولدش 1987. زاده ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان. سال 2010 برای کار به شهر مسکو رفت، اما تا حال درکش نیست. اویله‌دار است، صاحب 1 فرزند و مادری پزمان. توجه.
ҳар касе ки ягон маълумоте дар бораи падарам бигӯяд, тӯҳфа 100 000 рубли русӣ. Давлатов Маҳрам Додович. Соли таваллуд 18 январи 1958. Охирон бор дар шаҳри Новосибирск соли 2002-2003 Держинский район диданд. Лақаб тахаллуси падарам Миша. Касоне ки медонанд ё ягон маълумот доранд, хоҳишмандем хабар бидиҳанд. тӯҳфа 100 000 рубли русӣ. рақамҳо дар поён. хеле шуд ҳастем. аз чӣ сабаб? аз он сабабе ки дар барномаҳои пештар пешинае ки якум қисму дуюм қисм бисёр нафарон пайдо шуданд, навиштанд. бисёр хушҳол шудем ки пайдо як натиҷае нишон додааст. ва шарт чунин аст. рақамҳое ки мебинед дар зери ин 4 расм, каме маълумот дар бораи гумшуда ва рақами телефони худатонро ки вақте ки пайдо карданд куҷо бояд муроҷиат кунанд. дигар бас. ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. якдигарро эҳтиёт кунед то ки гум нашавед. то барномаи дигар. худоҳафиз.